سلام دوستان، همانطور که میدونید برنامه تلگرام یکی از محبوب ترین برنامه هاست و همه ما در کانال ها و گروه های مختلفی عضویم که گاهی این موضوع باعث شلوغ شدن بیش از حد صفحه تلگرام ما میشه. در این شرایط بهترین راه حل اینه که ما بیایم پوشه ایجاد کنیم و برای چت ها و کانال هامون گروه بندی ایجاد کنیم. خب برای شروع آموزش من داخل گوشیم روی این برنامه تلگرام تپ میکنم تا وارد برنامه تلگرام بشم. از این قسمت روی منوی همبرگری تپ میکنم، قسمت ستینگ رو انتخاب میکنم. این قسمت چت فولدرز رو روش تپ میکنم. این قسمت شما برای ایجاد پوشه جدید باید روی این قسمت کرییت نیو فولدر تپ کنید تا یک پوشه جدیدی ایجاد کنید. ببینید نوشته که شما محدود هستید و بیشتر از 10 تا نمیتونید پوشه ایجاد کنید و من چون قبلا این پوشه ها رو ایجاد کردم به من میگه که شما نمیتونید بیشتر از 10 تا ایجاد کنید و محدودیت دارید. روی این خاطر اینو روش تپ میکنم اوکی. یه دونه اینا رو حذفش میکنم تا به شما آموزش بدم چیکار کنید. یه دونه‌شو حذف کردم. حالا روی این قسمت کرییت نیو فولدر تپ میکنم. خب این قسمت فولدر نیم شما میتونید یک نام برای فولدرتون در نظر بگیرید که میخواید اون کانال ها رو داخل اون پوشه قرار بدید. به عنوان مثال من میزنم اخبار ورزشی. من میخوام کانال هایی که مربوط به اخبار ورزشی هستن رو داخل این پوشه قرار بدم. بعد شما میایید روی این قسمت اد چت تپ میکنید و اون چت های مورد نظرتون رو به عنوان مثال این قسمت این کانال رو من میخوام اضافه کنم، این کانال رو میخوام اضافه کنم و به عنوان مثال این کانال، یعنی 3 تا کانال رو میخوام داخل این پوشه قرار بدم. ببینید این قسمت بالا هم برای من آوردش. حالا روی این قسمت تیک آبی رنگ تپ میکنم و در نهایت روی سیو تپ میکنم. خب حالا اگه من برگردم عقب، خب دوستان همینطور که مشاهده میکنید ببینید این قسمت پوشه اخبار ورزشی برای من این قسمت ایجاد شد. من قبلا هم پوشه هایی رو همینطور که مشاهده میکنید ایجاد کردم و اون کانال هایی که مربوط هستن و داخل اون پوشه ها قرار دادم. روی اخبار ورزشی تپ میکنم. ببینید اون 3 تا کانالی که انتخاب کردم این قسمت وارد شد و به این صورت ما میتونیم این کار دسته‌بندی رو انجام بدیم. حالا اگه شما خواستید یه دونه از این کانال ها رو از این قسمت وردارید یا اصلا کلا این پوشه رو حذفش کنید، روی این قسمت منوی همبرگری تپ کنید، این قسمت ستینگ رو انتخاب کنید، این قسمت چت فولدرز رو روش تپ کنید. ببینید این قسمت اخبار ورزشی بود. روی این 3 نقطه بزنید و میتونید دیلیت فولدر بزنید، یعنی پاکش کنید، یا اینکه ادیت فولدر رو بزنید. اد چت رو میزنم. میتونم دوباره این قسمت چت اضافه کنم، کانال اضافه کنم به این پوشه، یا اینکه هر کدوم از اینا نخواستم روش تپ کنم این قسمت ضبط رو بزنم تا از این قسمت بره. یعنی الان شد 2 تا کانال داخل این هستش. روی این قسمت میزنم تیک آبی، روی سیو در نهایت تپ میکنم. برمیگردم عقب. این قسمت اون پوشه اخبار ورزشی من 2 تا کانال داخل اون هستش. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش دیگه، یا علی، خدا نگهدار.